وقتی که همینجا همین مسئله را ما برداشتیم در برنامه قبلی، برای ما یک پیام آمد از داخل تاجیکستان، یک پیام رسوندن. البته بگذارین امیره در تاریخ 7 سپتامبر در یعنی ساعت 21:18 با وقت ما، با وقت کشور آلمان. ما پیشتر بکنم ببینید. نه 7 سپتامبر ساعت 21:18 یا برادر برای من نویس که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سازی خوبی برادر. دختر گل لاله را یافتند. جسدش قطعی 5 دختر دیگر از ورزاب در یکی از غار تاریخ 5 سپتامبر همگی 6 جسد پیدا کردند از ورزاب، اما یگان رسانه تا حال رسانه‌ای نکرده است. میبینید؟ یعنی این خبر روز 7 سپتامبر الکی مونش بسته. روز 7 سپتامبر برای ما رسیده بود که نه اینکه یک نفر در اینجا 5 نفر دیگر هم هست. و در پایان کامنتاش هست که چطوری که حالی ذکر کردم این مادر لباساش دریده، لباسی اطلس داشتن، در تنشون میگه لباسای اطلس داشتن، لباساشون دریده اوریان بینمی خیل پرتفته شده است در خرنگان. دیدین؟ یعنی تصور کنین، من خطاب میکنم با برادرایی که مرا میشنوین، با پدرای بزرگ، بیاین فرزندامون با خودمان دیگر سایه بکنیم. چرا ما اجازت میتیم دیگر سایر گل لاله است ایدی کدو بعدش چند سال دیگر باید دختراتون با دست ادب میتین میبرن تجاوز میکنن. حکومت تجاوزکار است. من هیچ شک در این ندارم که این کاری دستی این همین رهبریت است. کسی که راهبر است، مسئول است، یا در وزارت یا در کمیته یا دستگاه یا در سود یا در پروکور، کسی است که پوش داره، کسی است که مبلغ داره، کسی است که زیناکار است، تجاوزکار است، این کارا را انجام میده، کیف میکنه. به فایده رحمانوف نگفت که من یک نهاد ساختگی هستم. همین قدر دخترکای زیبا است که این نقطه 100 پهلو داره. زیر این نقطه 1000 فکر میکنی که رحمانوف کیا را پرستش کرده. ما یک جای مخصوص دارم، دخترکای یتیم همین قدر زیبا هستند. ای مردم متوجه باشین که الکی حکومت ما یک حکومت فسادکار و زیناکار است. صاحبی کنین فرزندتون. همه را بدبخت کردن، مهاجر رو به وطن کردن. خدا را شکر من مهاجر رو میگه یخش. در داخل تاجیکستان کسی که میگی من رب یگام حزب و حرکت ندارم، مطمئن باش فردا روز قیامت در نزد پروردگار از این چیزایی که این مادر مظلوم است رنج میکشه جواب میتی. وقتی باوری به خدا داری، باور که سر در سجده پروردگار هیچ کنده نیست. رمضان اگر یک ماه باشه 2 ماه روزه میگیری او شوته. اما یک بار برای یک بار حج رفتن فرض باشه 5 بار میری. لیکن خداوند مسلمان با هم برادر خوند. وقتی این مادر فغان میکنه، داد میگه، گریه میکنه، اذیت میکنه، ما تو در برابرش خاموشین، روز میشوه که فرقی نداره که در امریکا یا که در آلمان یا در اروپا یا که در سویدن، هر جای که نباشی، روز میشوه که قضیه الهی بالای سری ما و تو میبیای دنیا را پدرود میکنه میریم. لیکن اونجا پروردگار برای ما و تو سوال میته که روزی بعد که یک مادر با طور دوربین خطاب کرد، داد زد، فریاد زد، داد گفت تو چی کار کردی؟ جواب این بسیار سخت است. از ما دیده بهتر میدونه کسایی که اهل علم هستین، کسایی که پاکستان خوندین، عربستان خوندین، هندوستان خوندین، خورستان خوندین، نمیدونم 100 جا را خوندین. این مسئولیت است. منبرای پیامبر استفاده میبرین، در این چیز جواب میتین. مطمئن باشین من در اون شکی ندارم، وعده پروردگار است. من در این شکی ندارم. مظلومم جواب میتین. مظلومم در این باره جواب میتین. در برابر ظالم مظلومانم جواب میتن. وقتی ما خودمون مظلومون و توان خیر ما چیکار کنیم، از دست ما چی میبیا، مطمئن باش پروردگار فردا بلندت میکنه، برات 1000 قصه میاره که فلان نفر چیکار کرد. حضرت بلال
мазлум набуд, аммо ҳеҷ гоҳ қабул накард зулма. имоми аъзам аз минбар пиёдаш кардан, бурдан, зиндонаш кардан, куштанаш, қабул накард зулма. ту далели мазлум будана барои худ карда наметонӣ, чун аз имоми аъзам дида азизтар нестӣ, аз ҳазрати билол дида, аммор дида азизтар нестӣ ки қиёс бикунӣ хата. мутаваҷҷӯҳ бошем ки ҷо мерем. дунё 1 2 5 10 100 сол аст, лекин ҷавоб додани ин масъулият бисёр сахт аст. худованд инсонро барои як чизе халқ кардагӣ аст, барои хӯрдану роҳат кардану диқ кардан нест ин дунё. мутмаин бошен, ҳама дар назди парвардигор як ранг аст. ҳеҷ тағабозӣ дар оҷа намегузара. моликиятат то дар мигурта мера, баъди мирданат хисрбачаат мегира мошинта, чавҳари ҳамсарат мегира мошинта, як каси дигар моликията мегира. лекин уҷада парвардигор дигар хел савол ҷавоб мекунад.